در زمانهای خیلی قدیم بغداد پایتخت خلافت عرب شکوه و شهامتی خاصی داشت. بغداد در ماورای راه‌های تجارتی غرب و شرق جایگیر بود و در بازارهای بزرگ این شهر بغیر از شیر مرغ و جان آدم دیگر همه چیز را خریدن ممکن بود. سوداگران و دارایان شهر غرق بایگری بودند و خلق عادی محنتکش با عذاب نان می‌یافت. علی پسری کوچرو به شهر بود و از صبح تا شام به پدرش یاری می‌رساند. یگانه دلخوشی علی و بچگانی مثل او کمبغل آببازی در دریای بزرگ بود و گوش کردن قصه های عجیب و غریب ملاحان دریاگرد. علی بسیار میخواست که به سفری بحری براید، عجایباتی را که از قصه ها شنیده بود با چشمان خود ببیند. باری او از پدرش خواهش کرد که او را به سفری بحری اجازت دهد و موی سفید هم میدانست که این آرزوی دیرینه علی است و او دعای نیک داد. علی به کشتی که عزم سفری بصره داشت به حیث خدمتگار به کار درآمد. بصره شهری خرماهای شکرین بود. در کشتی روانه بصره علی خراب و لاغر به آشپز یاری میداد. دیگ و طبق میشست، صحن کشتی رو آشخانه را میرفت. در بصره علی به کشتی بزرگتری به حیث اسبان به کار درآمد. سوداگران اسبها را از بصره به هند برای فروش می بردند. کشتی به راه برآمد. تا کشوری هند 2 روزه راه مانده بود. ناگاه شمال سختی وزید و بحر به طغیان آمد. در بحر طوفانی عظیم برخاست. موج‌های بزرگ کشتی را مثل بازیچه گاه به راست و گاه به چپ می بردند. کشتی نشینان امیدشان را از نجات کنده بودند. اما خوشبختانه طوفان همان گونه که سر شده بود خاموش شد و اما حال کشتی تباه بود. از سوراخی های کشتی شکسته به داخل کشتی آب می در آمد. کشتیبان به ملاحان سیه پوست امر داد که از بیرون سوراخی های کشتی را تعمیر کنند. ملاحان به کار سر کردند. علی هم از درون کشتی ایستاده سوراخی ها را با لته و موم محکم میکرد. همین طور آنها سلامت به کشور هندوستان به شهر کلکته رسیدند. اسبها را سوداگران به بازار بردند و علی به تماشای شهر برآمد. علی به گوشه رسید و از حیرت دهانش باز ماند. او دید که فیل‌های عظیم جثه با فرمان آدمان آرامانه چوب‌های بزرگ را به کشتی‌ها بار می‌کنند. آنها مطیع و فرمانروای انسان بودند. در گوشه دیگر
سحرگر نی می نواخت و دو مار بزرگ جثه عینکدار زیر موسیقی او می رقصیدند. در جای دیگر مرد موی دراز بلند قامت پای لوچ در روی گلخن فروزان راه می گشت. اینجا گاوهای زیادی در کوچه و خیابان و بازارها آزادانه گشت و گذار می کردند و مردم آنها را مقدس می نامیدند. علی با سوداگران عربی واخورد که عازم ممالک غرب بودند و سنگ‌های قیمت بها را به آنجا برای فروش می بردند. علی از آنها خواهش کرد که او را با خود بگیرند. در شهر مسکت همراهان علی سنگ‌های قیمت بهای هندی را فروختند و به سوی جزیره زنزبر افریقا راهی شدند. شبانگاه علی به آسمان پرستاره می نگریست و چشمک زنی ستاره ها را تماشا می کرد و ناگاه چشمش به مخلوق بزرگ بحری افتاد که 8 پای بزرگ را در دهان داشت. یاری دهید، این مخلوق ما را می خورد، داد زد ملاحه. ای وای، این چی؟ این چگونه مخلوق؟ همه کشتی نشینان به دهشت افتاده به محاربه این دو مخلوق بزرگ بحری می نگریستند. از داد و وای و سر و صدای آدمان مخلوق عظیم جثه به هراس افتاد و به قعر آب فرو رفت. کشتی نشینان خدا را شکر گفتند که مخلوق به آنها ضرری نرساند. علی و همراهانش به آسیب به زنزبر رسیدند. در اینجا علی بار اول در عمرش پوست رخرخی گورخر، پرهای زیبا و شلشله‌دار شترمرغ و خاکه های طلایی فروشی را دید. پس از چند مدت سوداگران آشنا علی را با خود بردنی شدند، اما علی رد کرد، زیرا او می‌خواست با شکارچیان سنگ پشت‌های عظیم جثه به جزیره پراسرار ماداگاسکار برود. همین طور علی به ماداگاسکار آمد. شکارچیان به سنگ پشتداری مشغول شدند و علی با آموزش محیط اطراف برآمد. با مردم تهجایی جزیره علی صحبت میکرد و از آنها سراغ پرنده افسانوی رخ را میپرسید. آنها به او گفتند که پیشتر این پرنده را در شاخ سرخ میدیدند. علی با بهانه جمع آوردن گیاه‌های طبابتی به شاخ سرخ رفت. در تپه کوه شاخ سرخ علی خیلی زیاد گشت و گذار کرد، گیاه‌های طبابتی چید و هنگام بازگشت پوست تخمی عظیم جثه را یافت. علی پوست تخم را با احتیاط به سبد دست گذاشت و از بالای آن علفها را چید. علی به جزیره برگشت و به آدمان و همراهانش علفهای طبابتی یافته‌اش را نشان داد، اما پوست تخم را پنهان کرد. همین طریق
چند مدت سپری شد. اکنون علی به ساحل بحر می آمد و منتظر می شد که کشتی شکارچیان سنگپشت را ببیند و کشتی هم نمایان شد. ملاحان کشتی فکر می کردند که علی شاید هلاک شده باشد، اما او را زنده و سلامت دیده خوشحال شدند. اکنون علی به شکارچیان برای شکار سنگپشت یاری می رساند. موسم شکار سنگپشت ها به آخر رسید و شکارچیان و علی به زنزبار برگشتند. علی اکنون جوانی خوشقد و قامت شده بود و او را مردم علی دریاگرد می نامیدند. علی پوست تخم رخ را فروخته به خود سر و لباس خوب و خنجری تیزی خرید. 3 سال دیگر علی از جزیره به جزیره، از شهر به شهر سیاحت می کرد و عجایبات دنیا را می دید. پول خوب جمع کرد و به بغداد عزیز خود برگشت. علی لباس عادی ملاحی پوشید و به کوچه اشان آمد. مردم او را خوش پیشواز گرفتند و از سیاحتهایش می پرسیدند: ای، از معجزه ها نقل کن، آنها را تو با چشم خود دیدی. خب با ما نقل کن، بگو چی حادثه ها، چی عجایبات را دیدی؟ می پرسیدند از او. هیچ معجزه‌ای نبود، تنها حادثه های عجیب بودند، گفت علی. تو یگان خیل دریاگرد نیستی، داد زد سروری محله. دریاگردها با ثروت و پول زیاد برمیگردند، اما تو چه خیلی که پای لوچ و سر لوچ رفته بودی همان خیل آمدی. دروغگوی هستی، یک دروغگوی عادی. همه به حال علی خندیدند و مسخره اش کردند. علی رنجید. به شما گپی راست معقول نه، و برگشت به سیاحت بحری. خیلی زیاد سیاحت کرد و بار تقدیر او را به نیم جزیره ملای آورد. در اینجا علی دید که آدمان میمون ها را رام کردند و آنها به آدمان در تمام کارشان یاری می رسانند. علی هم می خواست میمون خود را داشته باشد. روز علی به ماهیداری رفت و دید که میمون با خرچنگ بزرگ می جنگد. خرچنگ دست میمون را سخت قپیده و او را به قعر آب کشاله می کرد. علی میمون را از چنگال خرچنگ خلاص کرد و دست مجروحش را مرهم بست و او را به کشتی آورد. میمون خیلی زیرک بود و علی به او تعظیم کردن، قالین گستردن و نشستن و تسبیح گردانیدن و با روی ملچه پاک کردن اشک چشمش را یاد داد. کشتی علی به مسقط برگشت و علی با پول جمع آوردهش اسب سمندی بادپای خرید و برای میمونچه‌اش لباس دوخت. سوداگران و دارایان این شهر علی را چشم دیدن نداشتند. آنها نمیخواستند که علی پولدار شود. اکنون علی با چند تن دوستان هندویش میمونچه را به اسب سوار میکرد و گرد شهر میگشت. در نزد قصر میمون
قالینچه را به زمین پهن کرد و به بالایش نشست و به تسبیح شماری درآمد. مردمی زیاد جمع آمدند و به این میمون عجایب آدم صورت می نگریستند. ای تو با بوزینه بوگینت، برو از اینجا، برو، این قصر من، امر کرد صاحب قصر. این بوزینه نیست، این بیچاره شاهزاده است که زن جادوگرش او را جادو کرده است، گفت جوان هندی. اما خدمتگار صادق او علی او را از جنگل یافته با خود گرفت. اکنون ما باید بین مردم گردیم و با کدام راهی نباشد 100,000 تنگه یابیم تا که به جادوگر زن دهیم و جادو را کشاییم و این بیچاره به اصل قدیمش برگردد. دوام داد هندو بچه. بای بچه ها و سوداگران متأثر شدند، زیرا در همین وقت میمون روی مالچه را برآورد و اشک چشمانش را پاک میکرد. اما صاحب قصر آرام نمیشد. با اشاره علی میمون 2 تنگه از تنگه هایی که بای بچه ها و سوداگران به میمون میبخشیدند گرفت و به نزد صاحب قصر آمد. خواجه محترم، میمون میگوید که این تنگه ها برای کوزه آب و شمع است. خواجه تنگه های طلایی را دید و گفت پس معلوم می شود که همش راست است، درست است، میلش در همین جا بمان. همین طور علی بایها و سوداگرها را فریب داد و 100,000 تنگه جمع آورد و با این پول برای دوستانش سر و لباس و خوراک خرید و بقیه پول را به کمبغلان و بیچارگان و یتیمان تقسیم کرد و داد. علی باز مدت سوداگری کرد و پول جمع کرد و به بغداد برگشت. اکنون او سر و لباس گرانبها داشت و خنجری خوب در میان و همچنان میمون دستاموزش او را همراهی میکرد. اکنون همشهریان او میگفتند که علی دریاگرد حقیقی است و هر بیگاه برای شنیدن حکایت های عجیب و غریب علی به نزد او می آمدند.